خواستیم برنامه داشته باشیم از شهر زیبا، از شهر عشق که مشهور به استانبول کوچک است. شهر بدخشان در هر فصل مهم نیست که کدام فصل باشه با ما همیشه بدخشان ما زیباست. بدخشان ما زیباست. نه. مثل دین روزواری، پره روزواری. دیروز هم تو خب پتا ماندگی بود، خونه خواب بودیم این ماندگی بود. مکتب خونده؟ دی بدل دریشه کند آب شوی، همه شب با غم دلتنگی خود خواب شوی. شد کلچای وطنی بدخشان به نام کلچای روغنی است. شعر زیبا. مخاطبش خودش میگه با مرگ ببینم. یک گپی داشت بیننده‌های عزیز در داخل. خب باشه. جستجوش نمیکنی برای خصوصی شد. گپی نیست. به پیسه دار. به پیسه. بیننده‌های عزیز ببینید. بیا که روش باز کن بیننده یک دفعه روی منطقه ببینه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند متعال. درود و صلوات بر نبی خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام شما بینندگان عزیز خوب کانال یوتیوب لاجورد پلاس. امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین، از بدیهای روزگار در امان باشین و یک روزی خوبی را هم داشته باشین. باز هم به ادامه برنامه ها از کانال یوتیوب لاجورد پلاس با من عبدالرحمن شهرانی خوش آمدین. به ادامه گزارشات و برنامه ها این بار خواستیم برنامه داشته باشیم از شهر زیبا، از شهر عشق که مشهور به استانبول کوچک است، شهر زیبای فیض آباد. بینندگان عزیز ناگفته نمونه کانال را سابسکرایب کنید و ما را هم در ادامه برنامه دنبال کنید. ما هم میرویم به کوچه و اطراف های شهر فیض آباد ببینیم مردم از شهر فیض آباد در این شهر رویایی که فصل زمستان هم رو با آمدن است چه حال و چه احوال دارن. ما در ادامه برنامه ما رو دنبال کنین و ببینین از حال و هوای مردم فیض آباد. در ادامه برنامه با ما باشین. درود مجدد بینندگان عزیز، خوش آمدین به ادامه برنامه و قسمی که براتون گفتم در شهر زیبای فیض آباد در چوک استقلال هستیم، چوک مرکزی ولایت بدخشان که پر جمع و جوشترین چهارراهی در سطح ولایت بدخشان است. قسمی که میبینین قدر نام خودم تو خوب اساس گیروبار و پر جمع و جوش است. گفتن همونه بینندگانی عزیز که بدخشان آیته است فصل زمستان آمده است و دیروز و پریروز و پیش از او هم آب و هوا بارانی بود، هوا سرد شده بود. امروز که آفتاب شد آب و هوا کمی گرم شده. اینی قسمت که میبینید اینی کوچه که هست به نام کوچه یا هم سرک شفاخانه نامیده میشه که جمع و جوشترین کوچه در سطح ولایت بدخشان است. آیسا بریم داخل همه کوچه و از یکان هموطن از ما پرسانی ها می داشته باشیم ببینیم کار بار چی باش که از این پرسان میکنیم. چی حال داری داده بگه یک طرفه ایستاد که یک طرفه ایستاد که حال تمام چی نکنه. چی حال داری؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ جان نام چیست؟ نامم حال کار دارم. حال کار داشته خودش خب بیستان میشه با میگه حال من کار دارم. بینندگان از بین همونطور آجای بریم طرف داخل کوچه ببینیم که در این کوچه حال و هوای مردم بدخشان چگونه است. این قسمت ها را که میبینیم این قسمت کیک و کلچه وطنی است. این هم کلچه وطنی بدخشان به نام کلچه روغنی است. من پیشتر ماما را پرسان کردم گفت گپ نمیزنم همون خاطر بگذاریم. این کلچه است که در خانه تندوری پخته میشه. در این قسمت هم این هم تخم مرغ است
خب تو پیش سر گفته کار دارم نه گرفته پیش ما شوخی کرده نه خب میگم بفروشیم دیگه شوخی کرده نه و تو مرا کجا میاری این تخمکان از همین دکاندار میگیریم نام چی بود نام تا وقت نگفته نام زده آقا زبی الله جان ما وطنی است یا که باسی صحیح والا اینا همی دروغ بگم وطن دروغ نگم دیگه خارجی است حقیقت بگه چیست حقیقت ایو خارجی نه ایناش دیگر رنگ و ایناش دیگر رنگ بچه اینا اوجوش شده گیست و اینا اوجوش نیست چند میفروشی اوجوش شده گیره این کار همه دانه داری پاو دیگه خیلی اینا چند اون کار سالی را 13 تا 12 تا ولی هم تخم بازی هست و خلاص شده گیست حالا تخم بازی خیلی یک نمارلم دیگه کم تم بازی میکنن دیگه خیلی عمری میلماره از زمان امار اسلامی منشأ پیش او دیگه هم قطار بازی بود و کمی کاربار خوب بود ان شاء الله کاربارت میچله ان شاء الله تشکر قربانت خدمت نیست با ما زنده باشی با ما باشه تشکر سلامت باشی اینا بیننده این قسمت هم بلونی فروشی بده اون قسمت هم منتو ماما چی حال داری خوب هستین؟ جانتان جور طرفتان آرامی نامتان چیست کاکا جان؟ محمد امین کاکای محمد امین در نگاه کن بیننده ببیند که مشتری شوند منتو میفروشی دیگه منتو میفروشی چقدر منتو میفروشی روزانه؟ در روزی 12 تا 13 تا منتو میفروشی ماشاءالله ان شاء الله کاربار میچله شکر فضل خدا مردم دیگه زیاد پیش خرید میکنن منتو دانه چند است؟ 5 روپا دانه 5 روپا پرچون 5 روپا و اگه زیاد بگیرم باید یک تا دتونه اضافه داره نه؟ مثلا در 50 روپا 10 تا میشه نه با چند تا اضافه میدی 10 تا میشه 11 تا میدی 11 تا یعنی یک تا کوکاگی میگیری شکر به خدا اگه ما بگیریم با ما چند تا میدی هر چی که میخری در خدمت تو ماشاءالله به پیسه دار به پیسه نه بیننده عزیز ببینی که روش باز کن بیننده یک دفعه روی منتو تا ببینه نه بیننده عزیز این قسم این هم منتوست باز خنک نمیشه در اینجا که میمونی نه آتش زیر شاتش است آتش است خیلی توکل به خداوند کار بارت خوب کنه تشکر بیاداری حرف خان پیام داشته باشی کمره ما در خدمت شما آرام باشیم بیاداری خان تشکر سلامت باشین چی حال داره لالا خودت تو لکس سم طرف نگاه کرده لایسی که طرف کمره که سلامت باشیم نام چیست عبدالمصور از کجای بدخشان هستی ولی کوسان ولسوالی کوهستان راه چیکار میکنید اینجا اینجا می چکر طلا را فروخت البته اومده پیسه را خرج کنی طلا با ما کی میرسه کاروبار خوب است یا نیست خوب است چی مصرفیت داری هیچ مصرفیت ندارم چقدر به کاروبار خوب است باز میگم مصرفیت ندارم خب بیکار هستم نه حکومت پیش بدیم میگم تو بیکار هستم حالی بیکاری در فیض آباد زندگی میکنی نه همونجا چکر آمده چکر اومده خوش میگذره چکرها در کوهستان میگن برف زده برف خیلی زیاد است چه وقت آمده کوهستان چند روز پیش 3 روز میشه 3 روز پیش چقدر برف زده بود یک 30 سانتی میشه 30 سانتی اینا ماشاءالله بیننده عزیز ببینین امروز سوم ماه قوس است نه در سوم ماه قوس در ولسوالی کوهستان تقریبا 30 سانتی بود در 3 روز دیگه که بارانی بود یک 20 سانتی از نیم متر برف نیم متر دیگه میگن رفت آمد در اونجا سخت است وقتی راهش خراب است نه راهش خراب است دیگه سواری هم مشکل است کرام قیمت است چند از همینجا چند میره تا اونجا 11 ساعت 11 ساعت افغانی کرای راهش چند ساعت راست یک 8 ساعت راه 8 ساعت راه 8 ساعت راه و قدر قیمت سر خراب است سر خراب است حرف پیام داشته باشی چیز خاص داشته باشی از دولت کمره ما در خدمت است دیگه پیام خاص نیست که سراکارا که خودشون میبینن دیگه پیام ما دیگه پیام دیگه نداره تشکر لالا جان قربان تا اینا بیننده های عزیز ببینین مردم راه با چی مشکلاتی با چی فراوانی های میرفتن طرف ولسوالی شاه این ماما را منتو فروخته است سلام علیکم ماما جان خوب هستین سلام خوب هستین جانتان جورس نامتون چیست نام جمعه خان کاکای جمعه خان این نام خدا بخیر دیگه من تو رم گرم نگاه کنی بله چند میفروشی منتو را منتو را خوراک 50 خوراک یک خوراک چند تا داره 10 دونه است 10 دونه با یک اون اضافه میدی 1000 تا یک با ما چند میدی یک پنجایی 50 باش ما 10 10 تا نه یک اون اضافه منو میدی اضافه میدی بچه جان نام خودت چیست خیرالله خیرالله جان بلانی میفروشی دیگه بلانی را در کجا میپزی ای داو بالا دمندایی دمندایی ای کدام دکان شاگرد سی روزانه چند میتاد 100 روپیه روزانه 100 روپیه روز تا بگم میفروشی 100 روپیه برات میده مکتب میخوانی صنف چند سی صنف 5 صنف 5 امتحانا را خلاص کرده یا موندگی است
های پگایم میرم امتحان میتم میایم. چند مضمونتون امتحان داده ای؟ 5 تا. بود در وقت مکتب میرم مکتب بعد پیش کار میکنی؟ پدر جان چی کار میکنه؟ در شهری بزرگ در مدن است. در مدن تلا. از خود کده بیادر کلانداری کار کنه؟ نه. تنها خود است کلان خونه. درست. تشکر. کدام حرف گفتنی داشته باشی کمره ما در خدمتت. سلامت باش. ماما شما حرف پیامی داشته باشین کمره ما در خدمتت کدام گفتنی داشته باشی شام آرام باشد به عزت باشد. من تا بیننده های عزیز ما یک گبرتون میگم که منطقه بدخشان یک نام دیگه خدا داره هرگاه به ولایت زیبای بدخشان آمدین حتما ماتو بخیر. به این کوچه جا بیاین و ایمی کاکای نامتان چی بود؟ جمعه خان. کاکای جمعه خان منطو بخرین. تشکر. سلامت باشین. تشکر شما. تشکر. بله بینندگان عزیز شما هم در ادامه برنامه ما رو دنبال کنین و میریم سمت دیگه چوک استقلال ببینیم در اون قسمت مردم چی حال چی روز دارن در ادامه برنامه ما رو دنبال کنین. سلام مجدد بینندگان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدین و از اون قسمت اولی از کوچه شفاخانه آمدیم این طرف هم سرک است که با چندین ولسوالی های بدخشان میره و ولسوالی های بهارک، جرم، خاش، اشکاشم، زیباک این سرک است که همون طرف میره و این قسمت هم موقعیتش به حساب بعد از اینکه کراچو از قسمت جمع شده است بخاطر کراچویی که میوه داشت در اون قسمت برده شده است. آیسته میریم داخل همون کوچه و میبینیم که مردم چی حال داره. یک لالای ما تیر شد گفت یک مصاحبه میتونم بیا که یک مصاحبه طرف بگیریم. خوب هستی؟ سلام علیکم. جان و جور بخیر صحتمند. سلامت. چی حال داری؟ نامت چیست؟ حمزه ساحل هستم از ولایت بدخشان دیگه. حمزه جان ساحل کدام ولسوالی؟ ولسوالی جرم. ولسوالی جرم کدام قریه؟ تیرگران خستک. ای تیرگران خستک مقصد کدام جای خط دیدگی هستم؟ ما خیلی چرای ما آشناست دیگه همیشه گشت گذار داشوار میکنم. در شهر هستی؟ چه کاروبار مصرف هستی؟ کارمند دولت هستم. کارمند دولت. بسیار خوب. چه رقم میگذره روزهایی که نزدیک به زمستان شده خنک شده است؟ والا روزا خوب میگذره هوا کم ترسات شده است دیگه. بدخشان واقعا نواش خوشایند است در هر فصل زیباست. یا چه زمستان باشه چه تابستان باشه زیباست. بدخشان در هر فصل زیباست. نیست که کدام فصل باشه و ما همیشه بدخشان ما زیباست. بدخشان ما زیباست. یعنی بینندگان از ببینین که ما واسکت پشت نمینا خدا کرده. ما از قریجات سرسر آمدیم مثال از ولسوالیمگان آمدیم فعلا طرف ولسوالیمگان یک سفری داشتیم یک چکرهای خدا زدیم اون طرف ها پس اومدیم طرف فیض آباد بخیر. تشکر. کلام حرف پیام داشته باشه کمره ما در خدمتت. جور و سلامت باشه. پیام ما با هموطنان ما همیشه که در حساب همی محیط‌زیست کوشا باشن که شهر ما خانه ما سا محیط‌زیست یک ذره متوجه باشن. سلامت کار درسی. تشکر. اینا بیننده از برادر ما بودن که از ولسوالی جرم بودن و از یمگان آمدن اینجا. بیاین ایسا سپریم همه داخل همه کوچه و ببینیم که هموطنان ما در یا چی حال دارن. این کلاچه کسم ما صاحبش نیست. اینا فکر کنم صاحب از کلام جای کار داشته رفته. بیاین این قسمت ببینیم که این ماما چی میفروشه. چی حال داری بیادر خوب هستی؟ جان و جور طرفات رو می‌جای تر نیا که بیننده ببینن کمره است. نامت چیست؟ مختار است برس. مختار جان عزیز. نسیمی. مختار جان نام تخلصی بود؟ نسیمی. نسیمی عزیز. چی میفروشی؟ املوک سودا میکنی. املوک. دیگه فصل املوک هم هست. وقتی املوک است بالا. املوک را کجا میاره؟ بارک. ای ولسوالی بهارک شریف. بله. باز چارک چند شده املوک؟ چورکی 70 80 میگم 70 60 خرید میشه. چند ازانی میکنه دیگه؟ 80 میگم بازاری والا فیض آباد آمد سر. چرا کم کاروبار خوب است؟ خوب است دیگه. یه ذره سرکن پیشکن است دیگه خلاص.
این طرف ترافیک باز طرف شاروالی. شاروالی. برای شما یک جای را مشخص نکرده که شما بریم مثلا در اونجا بفروشین؟ نه فکر نمی مردم سر میگه جوازون رو با گرفت و دوباره پاس میاد. نه دیگه دمی شرگشته کسی مزه کردی. والا دیگه افغانستان بیا خیره همون باشه. ان شاء الله می کاروبار میشه. کاروبار میشه میشه صحیح است. مشکل دارم. کاروبار چه رقم میچله؟ شکر است الحمدلله خوب است. روزانه چه سودا می داشته باشی؟ خیلی برابری داره بازار است دیگه. اگر روزی خوب باشه. روزی خوب باشد خیلی مال برای مال ترش فایده 600 وای خراب میشه. با اونش دانخ سیگار. اونش که دست فیک. روزای بارانی باشه خنک باشه که سودا است؟ نه. مثل دین روزواری پری روزواری. دیروز اون دقیقه پتا موندگی بود. خونه خواب بود یعنی موندگی بود. مکتب خوندای؟ مکتب توسن بیشتر شدم دیگه تمام. چند سال شده که لکه مکتبه؟ 3-4 سال میشه. 3-4 سال. ولی چی یاد داری یگان شعر یگان گپ سخن یک تا بگو که این بیننده بفهمن که مردمی بدخشان واقعیت هم تو علاقمند به شعر هستن. والله قدر دیگه خیلی شعر دیگه ما فکر کوشم فکر در کاروبار است دیگه. شعر چیزا فعلا یادم نمیاد. یگان گپ سخن بود که ماشاءالله تو خشخنده هستی که دلم نمیشه پیش برم. نوکرتم هستم والله خشخنده نه نوکرتم گفت ما یک چیز دیگه را یادم اومد. سه دیرون رفته. رفتم ایران باله. چند بار؟ اصلی سال ایران بودم. 3 سال ایران یک بار رفته. نه ایت زیاد رفتم از راه گرفتم و بعد دوباره رفتم. چند دفعه رادی مرسده ای؟ 2 دفعه رادی یک بار خودم اومد ایسا. نه 3 دفعه رادی مرسده. یا دیده بودی؟ یک بار از راه گرفت دوباره از خود یک بار خودم از ایران گرفت. نه شکر بخیر. ابد از مشکل یادش بخیر ما یک بار رفتیم پس خدمت شیمونک آمده گستیم. تشکر. خوش دیگه. قربان تشکر سلامت باشین نبینده عزیز. این گفته از خود بدخشان است نه؟ بله میرم از خود بدخشان. آن طرف گشتیم با یک تا بی کامرامین میتم. با خاطر که بسیار اصلی زحمت همی کامرامین میکشه. سلامت باشین. قربان. نه بیننده های عزیز. ایران بود املوک بدخشان. این قسمت که میبینی نه جا یک سفروشی است. کوکا سوپ داری؟ سلام علیکم. بیا که این طرفش بریم. گفتن همونو با یکان دفعه پیش از این سوپ میخریم. چی حال داری بیادر خوب است جان و جون های طرف بیا که مردم ببیند؟ چرا؟ باش همونجا که اینه کمره همون طرف اومد. چیگه پاس طرفات خیلیتی است. کاربار خوش میگذره؟ خدا را شکر. اینه کلام چیز آفیان میکرد مزاحم شدیم. نیست گپی نیست دیگه. سوپ میفروشی چی رقم کاربار؟ شکر است خدا را شکر خوب است. ما خیلی پیش میخریم مقصد سوپ همی آدم بسیار با مزه است. یک آدرس بده که همی بیننده ها بیاین پیش بخوردن. قربانتان سلامت خود را سکلا میفهمم با شما اگه تو نمیفهمم گپی نیست اینجا. چوک استقلال است. نام خدا چیست؟ محمد است. محمد جان. صبح آماده کدای. یک بار دار که مردم صبح ببینه سر از را باز کرد. ای را بیننده های عزیز دالی فهمستم میتی؟ چرا نه؟ نه. گوشتار برابر. بله سبا. چی رقم؟ کاروبار خوش میگذره؟ بله برای خوب است خدا را شکر. مکتب گپا خوانده ای؟ مکتب خواندم ما تا یک جای خواندم باز ایلاش. با دیگه ایلاش کردی ده؟ بله. چی رقم صدا میکنی مثلا با ما یک صدا که سود داره پا مثلا 20 پا؟ ما صدا نمیگم. صدا نمیکنی؟ ما یکانجا منم صدا میکنم. ما زیادتر مشتری داری بسیار مشتری دارم. ما زیادتر مشتری دارم بله سبا خودشان میاد. اما کار صادقت است. خدا را شکر مشتری خودشان میاد بله سبا. شکر. کلام حرف پایان داشته باشین نمی کامرا در خدمت. سلامت بخیر باشین. ان شاء الله لاله بگه شما ما پیش صبح کنیم. یک پارچه شعر بود همینجا اگر باشه ما براتون بخونم. نه چقدر خوب. یک شعر برام ما میخونم. درد دل است گفته من اول. بشنویم چقدر زیبا. میگه شده دردی به دل ریشه کند آب شوی همه شب با غم دلتنگی خود خواب شوی شده آیا که کمی ریشه به جانت بزند گره در روح و روانت به جهانت بزند شده دلتنگ شوی غم به جهانت برسد گرهت کور شود غم به روانت برسد شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز عشق من به این چاره بیچاره دچارم هرشد مخاطبش خودش میفهم اگر ببینم یک گپی داشت بیننده های عزیز در داخل خب باشه جست و جوش نمیکنی بریم خصوصی شد گپی نیست قربان تشکر سلامت باشین برو بخیر باشین قربان از طرف والی مییم برنامه را خلاص کنیم تشکر نه بیننده های عزیز دیدین که مامورم چقدر شوخ بوده این قسمت هم گفتم موقعیت است که به خاطر میوجات
جوش شدگی است. میرم قسمی که میبینین هم تو میوه تازه و هم تو آب زدگی است. این میوه کیسه؟ این ماماست نفعه پیش ما نگریزیم ماما این قسمت بیا که بیننده از ببیند درباره میوات پرسان کنیم که یار کجا این قسمت بیا سبزیجات البته ببرید میوه مگم نیست چیال داره خوب است راستی خیراتی است بخیر خیراتی است نام چیست نام قند آقا اکی قند آقا اچھا بگو اکی جستی نه این بدخشان هستین چند سال میشه کاروبار میکنی این میوه فروشی چه ترکاری فروشی میکنی جا اول شاید 7 سال شد 6 سال شد سال کاروبار چه رقم خوش میگذره شکر خوب است ان شاء الله خوش میگذره نه شکر خواهد خبر روزانه چقدر پیدا و پنهان میشه روزی 1000 روپا و 800 خطار شکر است 500 برابری دارم اینا را که میاری از کجا هستن مثلا ای مارکت میوه میره بادمجان سیاس نی جلال آباد ساو ای جلال آباد است رومی ای کجا میاد بادنگ ای کجا میاد اینا جلال آباد نه رومی وطنی است رومی جلال آباد گات است وطنی ای بدخشان چی میاری از خود بدخشان ای خیلی بدخشان فعلا همین کاوس و ترکاری است دیگه کدوم ولسوالی میاد ولسوالی نه تنها قریه کریمه کری پالاک خیلی فیض آباد ولسوالی سر شده دیگه میخوام با سر شده ولسوالی نه چیز نمی تنها رومی باغ مبارک میگه رومی باغ مبارک و مهیه فیض آباد حرف پیام داشته باشی طرف کامرا یک دفعه هم نگاه که کلام گفتنی داشته باشی نم کامرای ما در خدمتت شکر خیر بینی سلامت باشی قربانت ممنونت بیننده‌های عزیز این قسمت با گوشت مرغ است و ببینین که قیمت گوشت مرغ با چه اندازه اومده است چی داری دادر خوب است جان جون نه کم ترک پیش بیا نام مبارک چیست جان آقا جان گوشت مرغ میفروشی دیگه بله چند شده کیلو گوشت مرغ 200 افغانی خطا چند میاد اصلا 130 با 130 هفته به فایده میگیری چند میگیریم کم نیست برابر است نه کم است نه زیاد تو برابر است نه چقدر کم نه بر نظر من فایده بسیار کم است نه برابر است دیگه چیکار با مثلا مکتب میخوانی نه تمام کردی تمام اینا ماشاءالله خام خریسی ما همه تسم یا قیماق قر کردی نه استایل ما میرم استایلش هم رقمه یکان فکایی یکان شعر یکان گپ سخن بگو که این بیننده والا گپش نمیفهمم سا نمیفهمی یا خیلی کارت برکت زیاد مزاحمت نمیشه برو بخیر باشی بینندگان عزیز قسمی که میبینین شهر به حد اندازه جمع و جوش است شما هم در ادامه برنامه ما را دنبال کنین و بریم یکان قسمت دیگه شهر فیض آباد ببینیم در قسمت ها حال و هوای مردم ولایت بدخشان چگونه است شما ما را در ادامه برنامه دنبال کنین تا که ما در قسمت دیگه میریم بیننده چند تصویر از چوک استقلال فیض آباد باشیم بینندگان عزیز درود مجدد خوش آمدین به ادامه برنامه و باز هم در قسمت دیگه چوک استقلال آمدیم که سرک میروه به طرف ولایت و مستوفیت و گذر افغانی و دشت خواجه عبدالمعرف هم قسمت ها میروه یک گفت دیگه هم گفته نمونه بیننده عزیز همین چینل ما را سابسکرایب کنید تا از برنامه های دیگه ما هم آگاه شوین قسمت ها را که میبینین وسایل زمستانی دکان های وسایل زمستانی بگیم که کرته و همه گپاست این قسمت هم کراچی هاست و لیلامی هاست میگه که اول از اینجا پرسانی ها داشته باشیم بعد از ماهیسه میریم داخل اول از این بیادر ما پرسان کنیم چی داره بیادر خوب هستی جانتان جور نامتان چیست نعیم اکا جانی اکا نعیم جان چی داره خوب هستی اکی جوستین یفتل زیبا یفتل پایان بالا یفتل بالا لیلام میفروشی چه رقم از کاروبار خوش میگذره انشالله خوب است میچله خوب است خدا را شکر خرید است برابر از گم میشه روز 400 اقتصادی مردم خوب است میخرن میخره دیگه خوب است این از امیسان هم مایسیس آمده است و کاروبار شما انشالله که خوب شده است خوب شده است بله انشالله که خوش بگذره کدام حرف پیام داشته باشی کمره ما در خدمتت سلامت دیگه بخیر است زنده باشی ات طرفم نگاه داریم بچم قیمت جنگ کدای نه خدا نخواسته باشه جنگ نکدای همین وقت بخیر معلوم میشه والا امروز تو همی
کاروبار نبود کباب خود جنگ نکرده غریب که همی چورش که نشد دیگه همون تو با قرض دیگه همیشه نه بیا انشالله خدا مهربان کاروبارت میشوه دیگه خوب است الله شکر تشکر باش که ما بریم آیچه داخلی همه دکان اینا بینندای عزیز این هم دکانی کرتی فروشی کرتی های زمستانی هم برآمدگی سو این هم جانکت های زمستانی و این هم کرتی های زمستانی کرتی های زنانه و مردانه بیاین که بریم همین داخل ما پیش ای لالا ما گفتم گم میزنی گفت نه ما گپ نمیزنم ولی باش ببینی که گم میزنه یا نه یک کس دیگه ایستاد بود ماشم کجا رفت ای پیش ما گرفت بیا که حال خودش گم میزنه با چی حال داری خوب هستی جان و جور بخیر هستی نه کامرای کمات باز گم میزنی نامت چیست وایس الله لالای وایس الله چی حال داری خوب هستی شکر بخیر کاروبار خوش میگذره میشه خوب است بیا که چیزی ای در برایم که کمی روشن شوه نه باش که کامرامن میگه برابر است وسایل زمستانی نو آوردگی سه نه ما یک ذره آورده بودیم خلاص شده چه رقم است میخرن خرید زیاد است همین روزا ان شاء الله خوب است میشه یک دو سه روز همین خنکی کم است خنکی خلاص سه روز صبح خنکی نبود این دینار روز امروز زمین دینار امروز دینار کمی سرد بود ولی امروز آفتاب بود گرم بود نه کرتیا اینی کرتیا بانام چی سینو یارا ترکی میگه ترکی قیمت اینا چند میه نه 1500 بس 1500 قیمت ترین کرتی که داره چند قیمت داره و این ای کرتیا است مثلا بس فروش بود 2000 1800 مقدار همین بلندترینش 2000 بله کرتیای چرمی و اینیش هم یک وقتایی ما کرتی میخریدیم میگفتن که فولادی و این گپا بود خرد که بودیم البته ولی اون نامو گم شده اگه نه نه دیگه فعلا چیزا قدیمی او چیزا قدیمی شده دیگه هر سال مدلای نو میبره تو بیا ماما که پیش با ما وعده دادی وقتی تکبیر خبر به نماز برس میگه نامزد از چی بخر میگه گند بخریم باینگه باینگه والله چی بگم ینگه را فکر کنم هنوزم در خانه پدرش تولد نشده تشکر بیاده سلامت باشی تشکر ببخشی که وقت گرفتیم بیننده های عزیز اگان کاکا هست شوخی میکنن شوخته بسن خب بیننده های عزیز ما هم آیسته آیسته رسیدیم به میجا به آخر برنامه چینل ما را سابسکرایب کنید شیر کنید انتقاد پیشنهاد حرف و پیامی دارین میتونین در کامنت و یا با شماره واتساپ ما یا هم به برگه فیسبوک ما پیام بگذارین این بود برنامه امروز ما که از چوک استقلال شهر زیبای فیض آباد تقدیم شما شد تا برنامه بعد که باز هم از کجا در خدمت شما قرار میگیریم تک تک شما را به الله پاک و منان میسپارم تا دیدار بعد بدرود